دمای یک دفعه که خبر ما بگیره خفت سرشور هستن ما در خبر نداریم جنجالا را خانه را تا کردیم دیگر کردیم اونو دستکا شکست کرده بوده ماما میمانم مارم گم میشه والا با خدا جان دیگه نفس ما برای آرزی آرزو خبر داری امروز؟ خواستایی سوره خب میفهم با اون خاطر آمدی مالی رو چه جور کردی؟ این از یک اندیوال گرفتم چطور است؟ خوب میگن؟ چاپیور جان سعی که چپلیاره چرم اول هرچی جمپک دی خراب نشه هلو جان هلو دیدی آجی هلو اینا چی کردن دیدی آجی هلو بیاد کمان برای چی کردن هلو چی میگی آجی من بسم الله بسم الله بسم الله بیا بخیر مبارک باشه تبریک باشه تبریک باشه خدا تو نیک نگهدار خیر چیزا تبریک باشه بیا تشویش نکن زخم میشن چاره خوب خانه رسیدیم مادر آرام باشید دخترها فردین متوجه باش فردین دکتر سیبیل کجا بانی؟ تو پاش کشار زد گفتم مرا به دکتر سیبیل کمکش از خیر نمک دکتر سید دستکره را بالا کش کن تذکره بالا کشکو بگیرین دختر را کم ترکتر ببرد آرزو کمک شو آرزو کمک شو شکت کن ببخشید نشو باید تشویش رو دختر خوب میشه دخترها مایی نمیشه آرزو نکو تشویش چند رقم نرد نیم ساعت میشه دکتر صاحب نیم ساعت چی؟ یک ساعت شد از جا تا اینجا نیم ساعت میشه چی میگم ما بچه یک دفعه هم چه دکتر صاحب بگنی حالتش خوب بود نکردن نفتیده نه خط خانهش صاحب دکتر صاحب حالتش خوب بود یک بارگی هم قسم شد جور تیار بود یک دفعه هم تو شد خیر حال فشاریاشو میبینم در توسط بزرگان میبینیم معاینات شکلی میشه ای خدا مانیتور چالان بکن دکتر گفته بود که مادر تا جگر خونی دور نگاه جگر خون شده حال در امروز خوشی دیگه خونه کشت آرزو چیز گپ شده بود من خبر ندارم حتما نظر ادویه هست مشکل نیست نه چی گپ شده؟ چی گپ نشده یک دفعه آرزو کمک شو
حالا من نمیفهمم که اطلاع چه قسم گم میشه از داخل خانه گم میشه باز یک دیگه کس نبود یعنی می زنا بود چه قسم گم شد حالا ما چه خبر دیگه؟ تو چه خبر؟ نیست من نداده بود تو بیا بالا که حالا خمیشه تو هم بودی در جمع از ما می بر من میدون ما بالا میکردم باش ما بالا نکردیم فهم ولی من بیخی ایران میمانم که چه رقم کار است خب فکر کن از داخل خانه طلا گم میشه خب مقصر از ما هستم میشه ما زدیم که باید گم نشه گم شد حالا تو اگه نظری همی تو ما چون که چه رقم باید همی رقم روی تو بخیر تغییر کرده ما چون که از وقتی که اینمی آمدی بخیر همی روی تغییر کرده ما تی میگم تو تایاق میگی من یک سوال کردم گفتم چه رقم گم شده حالا یک پرسان میکردیم یا نه حالا باید هم رویم تغییر کنم من چه وقت این دواره پدرم خورزادیت کرد زنم خورزادیت بر پدرم بتی تو بالا ایش برام جواب ندادی حالا سعی که تو سمیرا همه قدر تو یک کمک احساس داشته باش خدایا کاش پای می داشتم که ما هم کتشان می رفتم ایسو پایای خودم شلاخ از درد داره ایسو چی شد دیدن چطور شد خدا میدونه که کی گرفت لاره خدایا آرسی همه چیز کرده بچه چی پای چی تو شد؟ خدا بچه درد داره نمش که پایم درد داره درد داره او دختر آرزو خبر دارد نه آرزو خبر ندارم او فکر میکنه که همون تو عمله میای سر مادرش یکان دفعه نه میگه باز همون تو آمده عمله آمده سرش خبر ندارم او دختر مادرت کجاست؟ مادرت دیده نمیشه مادرم رفت خانه چی؟ مادرم رفت خانه رو؟ او در غضب خدایی شود در قهر خدایی شود کدام آرگاه و بارگاه بابیش زیاد مانده بود در خانه که اون خانه رو که از دست نزنه ما هم گفتم خواهم اینجا باش در این وضعیت نرو تنها نمون شدن رفت دیگه گفت چرا رفت؟ برای چی رفت؟ برای چی هدف رفت؟ برای چی مقصد رفت؟ گفت بریم که بی بیاجی هم اینجا دیگه اولی کسی نیست برم چی دمستر؟ چی شود حالا زیاد چی شود؟ ما نمیده من آرام تو چرا اون پشت مرا گرفتی؟ تو چرا مخمین دیگه و یا لرسی که رفت دیگه تو یا چرا خود قضیت منی دیگه تو چی خبر داد؟ تو چرا میفهمی زهر که من چرا اونا چی وضعیت داشتم این چیزی که من میفهمم شدم تو نمیفهمم نه موبایل میخورد نیست کسی هیچ کدوم تو نمیفهمم که ما میفهمم دیگه تو فقط خود دل خمر میکنه دیگه من یک کشه میشه دیگه خود خراجت درجه بگم که ماما درد نمیکنه یک تا نمبر در وضعیت نمیمونده از این خدا خبر که من نمیدونم چی وضعیت هستم دقیقا راحت با ما خورم یک دقیقه میگه بوم برم راحت باشم چرا رقم میگه من فقط مردارم نمیمونم شما نامش چیست؟ نلالای بیام نلالای خوب خمیشه نه دکتر صاحب گپ قابل تشویش نیست دکتر صاحب تشویش کرد خوش دیده شد چرا دادن است خوب می خوب از آرزو تشویش نکن حتما خطر تشویش تو شده خوب باید خودم تشویش کرده های چی که پس اون دختر سابقه فشار بلند داشت؟ نه خورد ساکی نزدیک کرده بود دکتر صاحب چند سال پیش نه ماه اخیر بود آیا تو این دو ماه میشه دواش به ناسش پیش دانست؟ نه نگرفتیم از عجله دوارم نگرفتیم نسخه رو نگرفتیم دخترها دوا فشار استفاده میکرد بختر فشار بالا که استفاده میکرد دکتر صاحب نه دواش از زیر تا نیست که تونم نه دوای زیاد دکتر یه خلطه دوا داشت دوای سر بر خود بر سلما میداد ما چون چی داده باید نه بچه معاینات کرده نظر به نسخه داده بود دکتر نه قابل تشویش نیست خواهد زید بابام من با سلما تشویش باش موضوع سلما میبوشم خوی چی شده
همین چشمای خودم یک دفعه باز کنه دکتر صاحب دل ما جمع میشه. میکنه آواز دوا شروع میکنیم بس کدام گپ دیگه خنید دکتر بعد ما خود نمیکنه. در خیلی حقیقتش خدا نکنه خدا ما چیز جرمانه خون برش نکنه حالا خون مشخصه تشخیص نه دکتر صاحب باشه دیگه تو این حالت شما ببینید دگان بدتر میشه دکتر صاحب مادر میپردگان میام لطفا شما خیر از جور میشه آن صدای چیز برام. نه فشار خوب است. حالا دیگه اول تشخیص نیست باشه دکتر صاحب داخل بیاد معاینه کن شب کنه. خوشی آرزو جان نکن تشویش شو دختر اینا میگه دکتر تو میگه خوب است وضعیتش. او سو ببین خوشی از در چی حالت در شفاخانه که او جور شود چی رقم شود اون شفاخانه جور میشه او سو طلا گم شد او سو تو نمیفهم والا تو در هم پدرت ماندی آره گفتن تو بانک یک دفعه چی میگه باز در غم جان کندن قصاب در غم چرگو اینجا نه شکربوز است نه چربوسته گفت ما تو ساله چه وقت توی در خانه بودیم که من برات یاد کرده بودم کنم فرزادی تا بیته یاد کرده میشه شفاخانه رفتش که دکتر هست اول زمان قدیم واری نیست دیگه که مریضی خود به خود خوب شه شفاخانه است اون جور میشه بخیر سمیرا نمیفهم حالا من که تو به کدام زبان گپ دیم میگم که خوارزادیم صلاحیت خود داره من مامایش هستم من قبرش میگم کات نکرد دیگه اوش خود بر من ارتباط ندارم الله من من چی خانه تو صلاحیت تو داری دیگه پدرش نیست مادرش نیست صلاحیتش من چی دارم مادرشان شکر زنده است مادرش هست مادرش صلاحیتش مادرش اون خوارزادی نمیگم دیگه شم میگم خب هر کدام شده بگویی هر کدام مادرندش هست خانه از خانه خدا آمده امید به تو کرده دیگه خودت دلت نیست نه؟ تو دلم چرا نیست؟ من نیست دیگه حالا من چی کاری از او بخوا یک ماماستم تو با پدر چی خوبی دیده نمیتونی نمیفهم که بچم که تو چی خود دیدی نمیفهم که چرا همه تو ناق بانگیری میگیری من میفهم گپ کنم چیز دیگه تو در پدرت بانگیری کرده میری باز پدرت سایکو او سایکو همه قدر فکر کن خود سایکو من سایکو حالا ما تو چی کرده پدر خواهد بیچاره از جای خیسته نمیتونه چطور نمیتونه حالا ندیدی 3 ساعت کده از جای میخیزه حالا در مولی کدام خمه طلا را گور کده چی را گور کده که دلش نارام است که این جای نمیگیریشه این جای نمیتیشه که خیر بگرده و دمیت ارقشتک نخشتک با نپاچه برای خدا او زن در او حالت در شفاخانه افتاده این سوی دختر خبر ندارم این سوارسی گد وقت شد نه داینه مساف رسید بچه نه در گفتی اگان تا در نکار رسید در این چیز خدا نرسید آرسی هم گد وقت شد دگام گد وقت شد اینه ورزن ممرد طرف شب خانه و این ننه سرکلتان رفت خانه بگو چرا رفتی برو گم شو یک زنگ بزن حالا من تلفن ندارم پیش خود این خواب در سر که تلفونه تو چرا تلفن نداری حالا همون بیادر نامراد تا میگفتی که بر تلفن میخرید حالا زنگ میزدی مشکل حل میکردی زن ماما که رقم میشه مادرم زیاد گفتم نرو کم اینجا فکر میکنم امور تو زدی آخ بیازی دیگه کلگی میگه خیلی چرا رفت خودش سر خود تریزه میکنه خود نمایان میسازه که ما دوزی کردیم خود میسه بچه من سانه خود جای بار حیوان است میفهمه که این آدم رفت دوزی که فرار کرد اینه میدوزی کرده طلا را میدوزی کرده چرا رفت بر چی رفت نمیماندیش و دختر سرکل شده نمیماندیش که میرفت گفتمش نرو باشم اینجا باش هر رقم که هستم اینجا باش فکر میکنه که اونمو طلا رو تو گرفتی آدم نه خود داره و وضعیتی داره ای از خاطر روی آلرزی که رفت دیگه خلاش یا تو خود وضعیت کنی چی فایدش گفتم شما نمیفهمین خبر نداریم از وضعیت من که من چی رو میفهم از چی خبر کنم خود رسید بگم خدستی شده خود بهتره رنگ گوش نمید چی رو گوش کنم جهان کی بگه من گوش کنم بگه شما گوش کنم ما اصلا دیگه گوش داریم در باید داره تو قدر نور ندیدن این به فکر میکنم در قصد نیست نیستش که قسمه بستفم از قسمه میداد مدهی وزید نمیدونم مادر خواست ما خدا خبر است مادر هم خبر نیست چرا مادر میکشن خب که دیگه قدشی بیدم را چی قسم بگویم جهان همون فقط بیدارتر نمیدونم بان مرک چند خدا خدم بودن بانی نادمه خدای مرسنه چی چند قصد یخ خبر میکنم یخ میدارم
کدام وضعیت وقتی دیگه بهتر نداره راست میگه نکنه گریان. کاش تصویر استرسه. شما رو در حالت ببینه از بدتر میشه نکنه گریان. خوب میشه آرزو نکن تشویش کن خودت کدام چیز میشه و دختر نه گفت و دختر کم گپ قابل تشویش نیست نکنه گریان. خوب میشه بخیر. چیزی نشده دختر دلت نبیاری گپاره خوب است و دختر دکتر گفت که چیزی میگفت شفاخانه است مدقل یه دنیا گفت این آمد دکتر این آمد بیش اینجا آرزو بیش بان کم بیش خاطر دختر بیش یک دقیقه کار حالا تو چیز نشه ملاله بکس کاره بیار پتا کنید بکس کاره کنید نکنه گریه سوال گریه تیزه کنید من با خطا میشه میدون مرا چی شده نکن گریه دیوان میترسه خب میگه سابقا یه قسمی بوده فشار بلند داره ساکی نزدیک این برپردیز کرده آه دکتر تجربه اولش بار قبل من قسم شده بود دیگه خدای نکرده هم نسالش بیم نمیشه عمله نیست عمله نیست نه یکم تشویش کنه دواش برش میزنیم سیروم برش میتیم آرام میشه درست است اگر شما تشویش کنید ما هم بگه آرام باش اصلا خوب میشه نکن تشویش دختر بخیر خوب شوی خوشی جان خوب میشه بخیر نکنید تشویش خیر مادر من نجات بده دکتر بیگون مادرم کسی نداری کلاش از خاطری نمیتوسته خب آرام شما بعد قدم تو دمیقه هم مداخل نمیشد اینم تو روزا ما نمیدیدیم تو میبینیم جنجال سر نمیاد خودش از سینه بسیار جان خود هستی موصله دعای تو را نداری با خدا کلاش از قدمش شوی توسته نمیاد یعنی مریضی را از خاطر شوی تو چیز کرد من گفتم امیر دعوت نکن نارزو شلا بگو مردم پدر من نمیتونه آل سر کله پدر مصرفه چه در سو باز چی اونجا دختر که چی میشه خب چی داره چی داره پدر تو خراب شده که نه پدر چی داره اول مستقیم توهین میکنی اول چی داره پدر چی داره ما میگم توهین نمیکنم خیر چیز نداره خدا داره از پیش ما سوال میکنم ولی کل چیز پیسه است یعنی تو پیسه خود اونجا بر من نشان میتی که یعنی دو چی داده من پیسه خود نشان نمیتم یعنی میگم چی داده میتونه چی داره یعنی یک سبب برای دختر باز ملامتی سر من مفته یا سر تو مفته من از خاطر نمیگم پدر مال تناس دلش نمیشه کار کنه وقتی یک کس خانهش باشه دلش میشه برو کار کنه ای سمیرا تو سعی کن تو پدر تا بار نمیشناسی او بیچاره نمیتونه از کار کردن نیست من نمیگم من معلوماتش نمیگم امید نداره که کار کنه کار میتونه چطور نمیتونه شکر است که تکرار ستا از کجا است ای سمیرا نمیفهم ما گفتم که تو اصلا کدام گپ دیگه است بانگیری کرده میری حالا خب گفتم خود تو حوصله کار خوردادی ما خودم نمیگه یک گپ دو سه دفعه تکرار کنم حالا خوردادی امیر کاتش گفته شو که اون میگیره نمیگیره اون قناعت میکنه نمیکنه من خو نیستم که ما برم پدر تا بگیرم حالا کی بگه دیگه گفت من میرم تا قدم نمیای اینجا چی خواد کردی مالا حالا چی خواد کرد اگر کل داستان سر ننیت نفتاد این این دیوانه زنه کی گفته بود که تو بخیر برو اما یک زنگه خواهی مرد جان میمون که من میگفتم که او لوده زن نرو بیشی قرار ده جای چرا خدا خود سر تری زنی کنی چرا خدا خود تاج ده سرت میزنی که گونه ده اصل دوز ایسته که نمی دوزی کت کنه رب گریخت آه خدا هر کس باشه اینا نمی فکر میکنه دنی هر کس با این تو اولادش هستی باور میکنی میگی که اینی می کاره کرد دگاه خود زیادتر باور میکنن چاقوشان دسته میافه سر ننی چرا ایده برای چی را کاش قرآن نزدیک می بود که من پای می داشتم که می رفتم مال پسی بینی بریده را می آوردم کی بگه دیگه زنم گفتمش نرو حالا همه قد جگرش خون نشد همه قد دلش اول نکرد جگرش خون شد بیادرزادیش توش
تلاگم شد آرزی غطول شد ناروز با عروسی رسید و نشا بشایی رسید خیس که اون زنکت تیر و شاتیر ورده بین خانه افتاد کلگی بردنش شفا خانه مرا گفتن بشی در خانه الخیمم دلم نارامی بود اشما که خیزر خانه من خوب هستن باید من میرفتم که چیز مرا کس دوزی نکنه. آه خاله مرسل باز که دروازه رو مرسل بانزو حال چرا نمیمانی؟ مرسل چیز که تو رو چرا می رقم منی مدارتن نیست خانه باز که دروازه رو نمیکنم باز برو چند قلابه ما یکی سرسبای رزمی و جیجو بیش از دیوانه کرد یکی روز حال کم نگی یک دقیقه آورد مرسل چرا می رقم منی بلاد پس رویا لرزه که رفتی که تو نگو رقم بلاد پس ایشو بین میگی باز مدارت نیم مخلص چیز کار کنم تو رو مرسل باز که دروازه رو نمیکنم باز نکن دیگه خیلی گفتم چیز کار باشه مرسل نکو او مرسل باز که دروازه نگو بان مرک دقیقه مرسل باز که دروازه رو چرا می رقم منی تو به من یک ده قانون نمیمانی زو هم چرا می رقم منی چیکار دادم بابا چون نمیمانی به یک ده قانون باشو بزرم گریه نکنه چند روز بخیر دیگه خیلی گریه میگم آبتم نیست من دستی چیکار کنم مرسل نه گریه خیره تو یک جیجو بیشه دادم یا خب من اصلا بریم نمانده دیوانه کردید مرا بس کار کدام دیگه خب بون نگو یک چند دقارام باشم یک دقیقه ضرورت خوبی کشم دیگه منجی گریه یک دقیقه دیگه گریه هم نکنیم چی کار کنم دقیقه گریه کنیم دلم خواهده باشم بلد پس باید چرا یال تو نگو بلد پس باید چرا میگم خود تکرار کردم بری تو مقدر چیز نکو دیگه بی نکو خندم میکنه اینه ما بودم که نآوردیمش اگه من نمیبودم حالا اگه میآوردیش دمی وضعیتم شرمش نمیه کلان آدم بعد سادم اینجا شبانه است خب ملالای جان دکتر صاحب یک چیز حداقل بگوین که حداقل خوب خاص فشارش خوب این دختره خودم ببینم که یک تشویش نیست خب آن خیست نه اون خوب میشه آرزو ملالای جان نه اون خوب است خود دختر نه، شکل نکن خوبه. تشویش نکو مادر خیلی شمای تماس کن گریه نکن گریه نکن گریه نکو دختر مورالش ضعیف میشه تو چرا این وضعیت میکنی خدا نفس من به مادرم بده است ملالای خانم کاکا خوب هستی؟ خانم کاکا جان خوب هستی؟ خیلی اون صدا رو میشنم دختر باوش میآید باوش میآید غیرت شمای تماس آرزو آرام بشی دختر مورال راست ضعیف میگم نگیریان گوش مادر یه اینم تو باز کردنش آن نگیریان جان من آن جان کاکا خوب هستی؟ مادر خانم کاکا آن آواز شد نه اون خوب است دختر من گفتم نکو تشویش میکنی مادر چما خدا باز کرد کور چه مادر که تو دیالده دست من خانم کاکا خوب هستی؟ خوب هستی؟ نه اون خوب است دختر آن خوب است خوب است نکو آن خوب است اون خوب است دیدی اصلا من گفتم چیز آن اول مرا دید یعنی خوشی ماستم اینجا دلت جمع باشه دست من فشار بده آن دید مرا فشار دادن از نه خوب است دختر فقط شارژ بالا شده بوده حالا یک تو کلانش هستی یا نیستی؟ صلاحیت چه داری یا نه؟ نه میکنه حالا شرایط سال زمان سابق نبود که هر کس هر چی که دلش میشد متو میکرد حالا خودش صلاحیت خود داره هر کس دختر که جوان شد از پیشش بتاو که بر رضایتش نکنی باز تو میمانی که هر کس خودش بگیره اجازه میدی که خودش بگیره ناشناخته خیلی خوب است پدر هم میشناسه سر اجتماع داره آلو را خب میبینیم حالا من خاطر کوی نمیکنم که اول نادیده موزن از پای بکشم وقتی که خودش رفت مادرش مثال مادرندرش هست یا ما هستم یا دیگه هستم میریم میبینیم نیست مادرندر پدرندر دلشان نامده پیش تو صلاحیتش پیش تو استالوانه نکن داخلا ای نمیفهم کار صلاحیتش چرا گفتم بخوایی میتونی نمیخوایی حالا جوانا امروز خبر نداری جوانا امروز صلاحیت به کسی نمیتن خودشون تصمیم میگیرن او تصمیم نمیگرفت ماما از ماما این پرسان کنید در کجا گفت از ما این پرسان او گفت صلاحیت من از مامایم است
گفت ماما این جایگاه پدر نداره. تو ناقصتش خودت گپ میزنی. ما میگم که دل خودت نیست، فقط کل چیز به خود دیده میتونی به دیگران نی. خود خواستی. نه تو بیخی دیگه من نمیفهم که چی خود دیدی که چی گپ سر تو من نمیفهم که تو بیخی یک رقم بیخی دیگه روزا تغییر کردی. فقط بگو کار کردن نمیتونه، تو میتونی کار کردن. خودت کجا کارو میکنی از بچه خورده میری؟ با خود دیده میتونه به دیگران نی. به نظر که جوان میای بچه 14 ساله. گپ خواست. اینه تو که اولادش هستی میگه البته اینه کلگی میگه که مادرش دوزی کرد. حالا این فکر خب من نمیکنم، ناله میگم من مادر ما گفتم مگه هر کس خبر شد که اینه یک دفعه ای رفت خب میگه من برده خلاص دیگه اینه خلاص من دیگه اینه میگه به مادرم زد باز مو این خرش سر کل شده گفت که من میرم الله شاپیره سرت کل شد دیدی در شد چطور بیننگ برآمدی گناهت نیست شاپیره جان گناهت نیست عقل قدت رفته قدت خادیر انگلیزا وارد دراز شده اما بی عقل شدی از عقل کوتاهی کردی از قد درازی کردی ای خدا چطور کنیم چی کنیم چی خاک از سر خود کنیم او یارزن به شفاخانه او عروس مچم چی شد چی من اینه ما اینی جلد در خانه قیت افتادیم که پایم درد میکنه یک تشنا برو پس در این جلد خدا پردو خلاص برو خیمه برم کمی طرف و طرف جمع کنم برو بچه کلا را جمع کن برو ظرفا را بشوی یک پیاله چای هم به ما بان برو برو نامرادت کنه شاپیره خدا جانا مرگت کنه جانا مرگ شوی شاپیره تو چرا تو کار لودگی کردی تو چرا تو بی عقل نادان شدی خود مردم سر تو باور کنه که تو دوزی کردی البته دوزی کرد اگه دوزی نمیکرد چرا میرفت نه به خدا یه کمی پایده فرار مانده میگرفته چرا ایوار زن با اول زن بیادر با اول زن بیادرش ایوار زنم با اول افتاد یک کلشون شفا خانه دوید این خیس رفت طرف خانه نه من زیر کاسه نیم کاسه ایست یلو شو که رفت دیگه تو چیز دید پشتبانی درهیه دیگه من بزرگ نگم پشتبانی نمیکنم و باید میگم چرا رفت روسی کرد خواه بزر کنه درم خواه زبال اولش مرسل چرا قصوینی تو مرسل بینک من نمیشه زهر شما من درک نمیتونید شما از دل من چه خبر دارید من چی بکشم چه خبری من سخت اوی تیال تا که میخوایی بلده و باید گریه کنی؟ یا بو وقتی که رفت دیگه یا کنی؟ من خودم گریه میکنم برخلو یا من بکشیم برای دیگه سرزاکید بکشم من خودم گریه میکنم حالا نیست ما هستی مادر هسته مامای هسته قدر ببین کم جای خدا داره هم تو نمیخوامش اما کسی که از خوردگی کلان شده باشید زیر یک سخت است و ماما باید از این مکرم خود که یک جای کلان شد خیر کلان شده دیگه هر کسی رو کنی وقت دیگه تو می‌بینی چند روز بعد شد چیک می‌بری اسپاس یا لو باید نخواد دستانی گریه کنی بخوای تا آخر اون خود منتظر باید بشی؟ نه چی کنم منتظر باید خود دیگه سر یالا یه رقم گریه گریه از خود رو باید یعنی گریه نگم شما نمیفهمین خود دلت مسوزه درش برو باید دلت مسوزه که شما نمیفهمین خود نمیفهمم دل تو باید دلی مسوزه باید دقصت نیه تو دلشی باید دل مسوزه در قسم نباشه جوی هم لیست که برای نکو دیگه گریه بس دیگه مرسل نال فشار ما یوم ربنا واری بالك گریه نکنه مادر جون خیلی خوب هستی؟ آه نه خوب است شد صدایش برام گریه دیگه تو نمو گریه آه نه فشارش هم جور تیار است خوب است چه باش دیگه او دختر
چون وضعیتش باز خراب نشد شما ببینه. نه ترسانه خب است خانم کاکا جان. راحت باش نه اونا کلار جور خود خدای کم گفتم نقطه تشویش میکنی. آه برادر باشه. دکتر زاید باید قصر مکم نکنه بیا خوب میشه بخیر تشویش نه نه اونا خوب میشه با اوش آمد. تو پاس تا چکتر نبینن کل جنگ دوغان سیل نکنه با همینجا باشه. آرام پیش دیگه بچه. پاس باش تو را ببین از این خاطر چه آمد شد فشارش 500 بر 200 است نه 150 بر 800 اونو خونجا نشته شد یک دفعه دکتری پس مونده میجه. چو باشی لطفا مادر میده چی حالت از شما دکتری را شروع کردی کن باش خردی رو طرف رو نکن بچه. دور بر کوا برسه. خوشو نه هستم خود دلت خور جان حالا زیرا اینه دور کن این طرف باشه حالا دور باش دکتر کو بیربار نندازین. لطفا خود دور تو باش. بیرو تو انداختی تو دور باش. اینا خوب شد دیگه گریان نکو اینا خوب جور تیار شده شکر هم میبینه گفت میزنه نکو گریان نکو فال مقال نکو سر مریض آنها بچه چه کنج خانه رو ما کم گرفت ششتی اگه زن تو سمیره از اوسته پشتش میره اگه اوسته میره اوسته پشتش میره میخستی میرفتی که تا زن در شفاخانه قنبخت افتاد یا گلم طلاق شدک ای مادر تو از دل ما چی خبر داری؟ حالا ما چرا اینجا ششتیم؟ با چی خاطر؟ خلاص خب که تو میکنن و یک تاکس بیچاره نگرفت بیچاره همون قشد که نکاهشون بسته شد خلاص دیگه مادر جون خیلی هر مشکل که بود به ما بگو حلش میکنیم تو فقط دیگر خودی سایز بچه دم میکنم دیگه جگر کنم تو که نباشی ما خانه و جای چی کنیم کلگی که باشه تو نباشه ما چی کنیم مادر آرز که بسیار جنجال دی جو تو بیار رفتو همش کو دیدنی دار بوده اگر دختر که دیدنی دار باشه سر تا آخری نام تو دیدنی رو میبینه بس مرسل تو میخوام از زندگی خسته شدم تو نداریم که بگو کن مرسل کاری تو نگو حالا از خشکی قدم شد به چی حالت با من جمعه؟ از خاطر تو شد این میکارونه حالا از خاطر این خشکی قدم تو شد یا کدام گپ دیگه مشکل چه کشیده و بچه؟ ما میکشم نصیب و قسمت است. یک آدم صحیح اگه می بود یک آل سالم می بود آدم تحصیل کرده خوب اگه می مثل تو می بود اگه مثل ما بر انتقال کرد آرام باید خب خیلی سوال نکنه آرام که ذهنش آرام شد اعصابش آرام شد با میتونه هر مشکلی بود از پرسان کنه ما حالا فشار دیده شد معایناتش تکمیل است مریض رخصت میشه درست سر قبول تشویش کنیم نه نه صرف دیگه خیلی دقیقه ما بگو نه تشویش